بچه‌ها من برم بخوابم، اینجوری هم صحبت می‌کنم، برم بخوابم که باید برم اروپا. ببین هر کی میخواد بره اروپا، ببین گفت هر کی میخواد بخوابه همین الان باید بره بخوابه. عادل خان ساعت 9:30 رفت. ما که ساعتشو زیاد نبر. ببین 9:30 سمت صبح گوش بده. ساعت 3 بود داشتیم 2:03 تعریف کنه 3:04 به خدا بگو داشتم پلی استیشن بازی می‌کردم دیدم یکی گفت ناز بقرم گفتم ناز بقرم شمالی داشت گفتم بچه‌ها صدا ناز بقره میاد کجا رفتم تو اتاق گفتم ماری ناز نقر ساعت 4 ساعت 4 تو قرار ساعت 9:30 بری اروپا میخواست با خودش ببرش اروپا. میخواست ببره نازو. حالا من از بچگی هر کاری کردم خدا رو شکر کار بدی نکردیم. هر کاری کردیم و علی همه جا گفت. پدرمون رو در برده. الان اینو میگم علی جان نه اونو دیگه نگو. بابا داشتیم علی آقا جان بچت نگو آقا بذار آخر برنامه. رفتیم ازدق واقعا عادل خان پول نداشتیم بیاین پیاده انداختیم تو اتوبان مرزداران داشتیم میرفتیم سمت همین یه ترش بود دیگه. رفتیم اونجا پیاده اومدیم دیدم یه دختر از اون ور داشت میرفت پیاده یه کوله بود پشتش بعد موریایی گفت ناز بقر مرتضی گفت ناز بقرم دختر من گفت کی گفت ناز بقرم گفت این گفت شهر زد تو گوش علی بابا منو چرا میزنی یه چک زد اینجا من گفتم موری تو ناز بقری من بعد بلند شدم من رفتم گفتم منو میزنی دست بردم با آجر. بعد جالب اینجاست یکی دیگه اومد این دختره سوار کنه من گفت پلیس هم شهر یکی دیگه زد اینجا گفتم من چه بدبختی من کتک میخورم از اینا.